امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با سفر کاری و جهت اشتراک در تنتنه‌های ایدانه به استقبال 22مین سالگرد روز وحدت ملی، افتتاح یک قطار انشاءات دارای تعینات گوناگون و صحبت و آخری‌های صدمن با ساکنان به ناحیه‌های وادی رشت تشریف آوردند. بازدید کاری سرور دولت محترم امامعلی رحمان به ناحیه‌های وادی رشت از ناحیه سنگبر آغاز گردید و مردم مهنت‌قرین این ناحیه پیشوای ملت را با روحیه بالیده و افتخار بلند از وطن و وطنداری ملی گرم و صمیمی استقبال گرفتند. ناحیه سنگبر در دوران استقلالیت دولتی با شرافت صلح و وحدت ملی و توجه و دستگیری‌های روزافزون پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان همه جهت رشد نموده ساکنانش به دستاوردهای زیادی مهنتی در تمام ساحه‌ها نائل گردیدند. خوش آمدید به سنگبر ای پیشوای ملت، از جان و دل عزیزتر هستید برای ملت. امروز فرحمند مشاد پیشوای ملت آمدند، چون نور خورشید نزد ما محبوب ملت آمدند. مرحبا ای خسروی خوشگوهر، بر قلب زی همه خوشتر. زیهی شهریاری با عدالت، زی فردای درخشانت بشارت. وحدت گلریز ما فرخنده باد، وقتی ما اقبال ما پاینده باد. خوش آمدید پیشوای محبوب ما. سلام شما دو تقدیم. جان برخی دلا کی پیشوا آمده است، بر ناحیه و خانه ما آمده است. از شادی بیرزم رشت در روی رشه، چون سایه پر نوری خدا آمده است. خینگاه بیا تاریخی خود یاد کنم، این ملتی فرزانه دیلان شاد کنم. از پیشه پیشوای ماگی سبقه کوشانه خش وحدت آباد کنم. کوشانه خش وحدت آباد کنم. فراموش نکنین کی را
وحدت سعادت ما. ما شما را دوست می‌داریم.